سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که ما رو تماشا میکنن از پلتفرم های مختلف، به همکار عزیزم که داخل لایو هستن امشب. من سارا افضل هستم از کشور انگلستان و امشب میخوام در مورد آزادی توی شغل صحبت کنیم. وقتی میگیم آزادی توی شغل واقعا چه معنی داره؟ من امشب میخوام صحبتم رو با یه خاطره شروع کنم. یادمه که یه موقعی اولین باری که میخواستم برم ایران، وقتی که توی فرودگاه منچستر میخواستم پرواز کنم، اون موقع من کارمند بودم، یه جای کار میکنم توی سالن. خب درسته وقتی که کارمند هستی استرس نداری، کار تعطیل میکنی، مرخصی میگیری و میری سفر. وقتی که توی فرودگاه بودم، اون کسی که پیشش کار میکردم به هم تکست داد که ما دیگه نمیخوام تو وقتی برگشتی با ما کار کنیم. و من یه دفعه موندم ای خدا، من چیکار کنم با این همه هزینه؟ وقتی برگردم کار ندارم، چیکار بکنم؟ و کلی به هم استرس وارد شد و تو اون سفر من واقعا خیلی سخت بود. مدام داشتم به فکر می‌کردم که من چیکار بکنم، اینقدر که استرس داشتم و اصلا نفهمیدم اون سفر چی شد. و وقتی برگشتم گفتم من باید هرچند وقتی برگشتم به هم پیام داد که برگرد سر کار. و بعد از اون فکر کردم که من باید یه بیزینس برای خودم بزنم که رئیس نداشته باشم و این استرس کمتر بشه. و وقتی که مغازه رو باز کردم و سالنم رو زدم، خب چند سال داشتم و باید بگم تو اون چند سال من حتی یک هفتم نتونستم زمان داشته باشم که بتونم سفر برم. واقعا کار برام سخت‌تر شده بود. درسته که رئیس نداشتم ولی با کلی چیز منیج میکردم که بتونم مثلا 2 هفته نباشم. اصلا نشد این کار رو انجام بدم. مغازه رو به کی بسپارم، کی منیج کنه، کی دلسوزانه میخواد کار کنه، هزینه ها رو باید چی کار کنم و این اتفاق نیفتاد. و اونجا فهمیدم که آزادی تو شغل معنیش این نیست که رئیس نداشته باشی، معنیش اینه که بتونی زمان تو خودت کنترل کنی، از کجا کار کنی، چه زمانی کار کنی و هیچ محدودیتی نداشته باشی. اینکه کارت با زندگیت قاطی نشه، زندگی تو تحت تاثیر نذاره. درسته خیلی آزادی مالی دارن و درآمد خوبی دارن، ولی وقتی آزادی زمان نداشته باشی اون درآمده هیچ ارزشی نداره، چون اون آزادی زمانی اتفاق میفته که زمان ما دست خودمون باشه. و مخصوصا وقتی که مهاجرت میکنیم ارزش زمان رو بیشتر میفهمیم، چون ما سالی یک بار 2 سال یه بار زمان داریم که بریم مثلا خانواده‌مون رو ببینیم. اگه قراره این سفر پر از استرس باشه خب خیلی سخت میشه و بهتره که این سفر ما بدون استرس باشیم کنار خانواده‌مون. این یعنی آزادی، یعنی اینکه بدون استرس بتونیم کنار خانواده لذت ببریم از لحظه هامون. خیلی ها دوست داریم این آزادی رو تجربه کنیم ولی از تغییر میترسیم. فکر میکنیم اگر که کار ثابت داریم امنیت داریم، ولی اون امنیت آزادی نیست. آزادی داشتن همیشه با ریسک شروع میشه ولی آخرش یه پاداشی داره، یه آزادی به همون میده که زمانمون دست خودمونه، ذهنمون دست خودمون هستش بدون استرس و این میشه معنی زندگی کردن. نمیخوام بگم همه وارد کار آنلاین بشین، ولی دنیای امروز یه فرصت بی‌نظیری به همه داده که بتونیم این آزادی رو خودمون تو زندگیمون بسازیم. توی کار آنلاین وقتی ما میتونیم از هر جایی کار کنیم بدون اینکه وابسته باشیم به زمان، مکان، به چیزی، این میشه آزادی. درسته که اولش سخته، باید یه سری مهارت یاد بگیریم، ولی کم کم همه چیز تحت کنترل خودمون میشه و زندگی، درآمد، زمانت، همه چی دست خودت میشه و معنی آزادی میشه یعنی این. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، بفرمایید. خیلی متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیزی که در این لایو در کنار من هستن و تمام عزیزانی که ما رو در شبکه‌های مختلف مشاهده می‌کنن. ببینید، منظور از آزادی در شغل امتیازات و اختیارات عملیه که یک شغل خاص مثل دیجیتال مارکتینگ نسبت به مشاغل سنتی دیگه داره. در مورد دیجیتال مارکتینگ ویژگی‌هایی وجود داره که این حوزه را از نظر آزادی متمایز می‌کنه.
که اولیش آزادی مکانه. مزیت متمایز این مورد برخلاف مشاغلی که به حضور فیزیکی مثل تولید، فروش حضوری یا خدمات اداری سنتی احتیاج دارن، اکثر وظایف دیجیتال مارکتینگ از طریق اینترنت انجام میشه، مثل نوشتن محتوا، مدیریت کمپین ها یا حالا یا چیزهای دیگه. در نتیجه شما میتونید در سفر، در خونه یا حتی در یک کافه کار کنید. این سطح از آزادی جغرافیایی کمتر تو مشاغل دیگه دیده میشه. مورد بعدی آزادی زمانه. تمرکز اصلی و خروجی بر نتیجه است. توی این مورد تمرکز اصلی به نتیجه است، نه بر حضور این که ما حتما 8 ساعت مداوم باید پشت این میز بشینیم و به طور مداوم کار بکنیم. در نتیجه فریلنسر بودن یا یک کار مستقل داشتن یک کارفرما با سیاست انعطاف پذیر میتونید ساعت کاری خودتون رو بر اساس ریتم و انرژی شخصیتون تنظیم کنید. مورد بعد آزادی روشه که مزیت متمایزش اینه که دیجیتال مارکتینگ علل خصوص حوزه‌ایه که دائما در حال تغییر و نوآوریه و هیچ قانون طلایی درش وجود نداره و ثابت حتی. پس بنابراین شما آزادید تا استراتژی‌های خلاقانه و روش‌های جدید آزمایش کنید. در واقع نوآوری و لیسپذیری کنترل شده یک مهارت ارزشمند محسوب میشه. در واقع چجوری بگم، حالا اینو اصلاح کنم، در واقع نوآوری و لیسپذیری کنترل شده یک مهارت ارزشمند محسوب میشه. و در آخر آزادی در کسب درآمد هست که شما به راحتی میتونید از یک کارمند تمام وقت به یک فریلنسر تبدیل بشید و یا کسب و کار خودتون رو راه بندازید. در نتیجه شما کنترل کاملی بر حقوق مشتریان و نوع پروژه هاتون دارید. به طور خلاصه آزادی در مشاغلی مثل دیجیتال مارکتینگ به معنای کنترل بر کی، کجا و چگونه کار کردنه، چیزی که در بسیاری از مشاغل دیگه به ندرت و یا با محدودیت زیاد یافت میشه یا پیدا میشه. خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید. من ادامه صحبت رو با همکاران میسپارم. متشکرم. سلام به همکاران عزیزم و دوستانی که دارن ما رو نگاه میکنن. برای من آزادی در کار در واقع یعنی اختیار داشته باشی که در انتخاب زمان، مکان و شیوه کاری، یعنی به جای اینکه دیگران برات تصمیم بگیرن خودت تصمیم بگیری، خودت تصمیم گیرنده باشی. آزادی شغلی یعنی از اجبارهای تکراری، ساعتهای طاقت فرسایی که بر سر کار باید بری، سر وقت باید بری، از اینا خلاص بشی و بر اساس سبک زندگی خودت کار کنی. یعنی بتونی علاقات رو با کارت گره بزنی، خلاق باشی، رشد کنی و در عین حال درآمدی هم داشته باشی، درآمدی که راحت باشی. آزادی شغلی به نظر من یعنی انتخاب، نه اجبار. انگیزه، نه فرسودگی. زندگی و نه زندمانی. آزادی توی کار دیجیتال مارکتینگ، این کاری که ما داریم، آزادی یک هدف نیست، یک مسیره، مسیری که ارزش طی کردنشو داره. مرسی، خیلی ممنون. متشکرم از دوستان، از همکاران عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. منم سلام عرض میکنم خدمت همه و امیدوارم که این لایو براتون کمی مؤثر باشه در مورد یک کسب و کار آنلاین. آزادی در مورد خیلیا یعنی نداشتن رئیس. به نظر من آزادی واقعی تو شغل اون لحظه‌ایه که ما تصمیم میگیریم کی، کجا و چطور کار کنیم، نه اینکه یه سیستم از قبل برامون تصمیم بگیره. من یادمه یه زمانی فکر میکردم آزادی شغلی یعنی اینکه کسب کار خودم رو داشته باشم، اما بعد فهمیدم صاحب کار بودن به تنهایی خب آزادی نمیاره. خیلی ها مغازه دارن، شرکت دارن
ولی از صبح تا شب تو استرس و فشار هستن. آزادی وقتی معنی پیدا میکنه که کارت با زندگیت همجهت باشه، نه علیش باشه. یعنی اینکه هم کار کنی هم زندگی کنی، نه اینکه واسه زنده موندن کار کنی. برای من اون نقطه تغییر وقتی بود که توی این دنیای مارکتینگ اومدم. اون موقع فهمیدم آزادی یعنی انتخاب این که با ابزارهایی که امروزه دست همه هست بتونیم دنیای جدیدی رو واسه خودمون بسازیم. انتخاب این که امروز با چه کسی کار کنیم، روی چه پروژه‌ای وقت بذاریم، یا حتی این که یک روز خاص رو اصلا کار نکنیم، چون ذهنمون هم نیاز به ریکاوری داره. کار آنلاین به نظر من یه جوریه که اگه مسیرش رو یاد بگیری آزادیش واقعی میشه، نه از اون مدل شعارا که فقط قشنگ به نظر بیاد. نه، من الان دقیقا همون جایم که همیشه دوست داشتم، یک کسب و کار آنلاین که باهاش بتونم خودم باشم، بتونم که کسی واسم تعیین کنه که چقدر من ارزش دارم. آزادی شغلی واسه من یعنی این که بتونم با کار رشد کنم تا اسیرش نشم، بتونم ازش لذت ببرم ولی وابستش نباشم، و مهمتر از همه این که بتونم با کار زندگی بسازم، نه اینکه زندگی رو فدای کار بکنم. اگر یک چیزی از این مسیر یاد گرفتم فکر میکنم اینه که آزادی واقعی رو کسی بهم نمیده، پس خودم باید بسازم قدم به قدم، با یادگیری، با تغییر و با این شجاعت که از چارچوب‌های قدیمی بیایم بیرون. من تونستم با موبایل و لپتاپ این آزادی رو بسازم، ولی اصل ماجرا ابزارش نیست، طرز فکره، همون ذهنه که فکر میکنم آزادی میاره. من مسئول زندگی خودمم، نه قربانی شرایط. امیدوارم که دوستان این اطلاعات برایتون مفید باشه. افرادی که قراره توی این مشاغل بیان، توی این کسب و کارا بیان، جایی هستش که امکانی به وجود میاد که شماها بتونین به طور به قول هلندیا فولدونده به اندازه کافی اطلاعات بگیرید و بعد یک تصمیمی رو بردارید با قدم‌های محکم. ضمن این که اینجا شماره تلفن دوستان همکاران هستن، میتونید به دل بخواه با هر کدوم از ماها تماس بگیرید. کلیپ های آماده شده که در اختیارتون قرار میگیره که اونجا مفصل‌تر اطلاعات این بیزنس قشنگ رو، من میگم قشنگ، این بیزنس قشنگ رو در اختیار داشته باشید. از من تموم و امیدوارم که شب و روزتون واقعا خوش باشه. دوستان اگه صحبتی ندارید من جلسه رو تمام کنم. خسته نباشید. خیلی متشکرم.